به چینل اینفینیتی سین خوش آمدین. شمایی که بیننده ای ویدیو هستین حتما نام کریپتوکارنسی و یا ارز دیجیتال شنیدین و اکنون میخواین با استفاده از یک صرافی واردی بازار شوین و با معامله کردن این ارزها کسب درآمد کنین. صرافی های مختلفی به خاطر معامله این ارزها وجود داره که از جمله بایننس است، مکسی است، بنگکس است و همچنان صرافی های مختلف دیگر. در این ویدیو آموزشی ما ایجاد کردن حساب در بایننس یاد خواهد گرفتیم و همچنان با محیط کاری بایننس آشنایی حاصل خواهد کردیم. پس ویدیو را تا آخر بیننده باشین و همچنان به خاطر تعقیب ویدیوهای آموزشی دیگر لطفاً چینل ما را سابسکرایب کنین. برای ایجاد کردن حساب بایننس نخست ما وارد سایت بایننس میشیم. در این قسمت هم ما میتونیم که ایمیل آدرس خود را وارد کنیم و ساین اپ کنیم و یا در روی گزینه ساین اپ کلیک کنیم که حساب ایجاد کنیم. روی گزینه اولی کلیک میکنم. در این قسمت ما ایمیل آدرس خود را وارد میکنیم. خب در این قسمت از ما ایمیل وریفیکیشن میخواد. یک کد 6 رقمی به ایمیل آدرس ما روان شده که او کد کپی کرده. در این قسمت باید پیست کنیم. کد را که بایننس بر ما ارسال کرده کپی و در قسمت ایمیل وریفیکیشن کد پیست میکنیم. در این قسمت از ما میخواد که پاسورد خود انتخاب کنیم. البته در قسمت انتخاب پاسورد باید گزینه هایی که در زیر بر ما نشانی کرده باید هر سه را پوره کنیم. به این معنا که پاسورد ما باید 8 کاراکتر داشته باشه، در او باید یک نمبر شامل باشه و همچنان یک حرف بزرگ شامل باشه. در قسمت بعدی بر ما گفته که اکانت شما به شکل موفقانه ایجاد کردید و از ما رفرال آیدی خواسته. البته این گزینه آپشنال است. میتونیم که رفرال آیدی یا کسی که ما را دعوت کرده آیدی شده اینجا پیست کنیم و یا اصلا میتونیم که این گزینه را نادیده بگیریم و نکست کلیک کنیم. فعلا حساب ما ایجاد شد. در این قسمت یوزرنیم ما را نشان میده، یوزر آیدی و همچنان دیگه معلوماتی که مربوط به اکانت ما میشه. اما چیزی که باقی میمانه وریفای کردن یا وریفیکیشن اکانت ماست که ما میتونیم از قسمت اکانت روی ایدنتیفیکیشن کلیک کنیم و اکانت خود وریفای کنیم. همچنان میتونیم به این گزینه از این قسمت هم دسترسی داشته باشیم. فعلا روی ایدنتیفیکیشن ما کلیک میکنم. در این صفحه ما روی گزینه Get Verified کلیک میکنیم. بعدا این صفحه برای ما باز میشه. در این قسمت ما میتونیم ابتدا کشوری که در زندگی میکنیم را انتخاب کنیم و بعدا معلومات دیگه‌ای که خواسته، معلومات شخصی، معلومات تایید شده دولت یا اسناد تایید شده دولت مثل تذکره الکترونیک و یا پاسپورت و همچنان یک عکس سلفی که به شکل لایف گرفته میشه. در اخیر با پوره کردن این سه گزینه ما میتونیم اکانت خود را وریفای کنیم. البته قابل یادآوری است که گزینه وریفیکیشن بعضا در شروع وقتی که ما اکانت خود ایجاد میکنیم ظاهر میشه و همون وقت از ما میخواد که ما اکانت خود وریفای کنیم. اما گاهی ایتام میشه که ما اکانت خود ایجاد کنیم و بعدا خود ما از قسمت ایدنتیفیکیشن و یا قسمت دیگه‌ای که بر شما نشان دادم ما اکانت خود وریفای کنیم. که من فعلا روی کانتینیو کلیک میکنم. در این صفحه قسمی که من یادآوری کردم ما معلومات شخصی خود وارد میکنیم. البته معلومات شخصی ما باید مطابقت با آیدی کارت و یا پاسپورت ما داشته باشه. در این قسمت نشنالیتی کشور خود انتخاب میکنیم، همون چیزی که در آیدی کارت و یا پاسپورت است و در قسمت نام خود و تخلص خود مطابق با آیدی کارت درج میکنیم و همچنان تاریخ تولد خود. بعد از اینکه روی گزینه نکست و یا کانتینیو کلیک کردیم صفحه دیگه بر ما باز میشه که در او از ما میخواد آیدی کارت و یا پاسپورت خود اسکن کنیم و بعد از اسکن کردن آیدی کارت و پاسپورت عکس خود به شکل لایف میگیریم و بعدا خود امی وریفیکیشن پروسش تمام میشه. البته باید یادآور شم یک مقدار وقت میگیره تا اینکه اکانت ما وریفای شود. تا این قسمت ویدیو ما ایجاد کردن حساب بایننس یاد گرفتیم و همچنانی که چطور ما بتونیم حساب خود را وریفای کنیم
البته ایجاد کردن حساب بایننس در موبایل هم به این شکل است و هیچ تفاوت با براوزر نداره. فعلا ما در صفحه نخست حساب بایننس خود قرار داریم. در قسمت نخست بر ما معلومات حساب ما رو نشان میده. در بالانس بر ما نشان میده که چقدر USDT داریم. در اینجا همچنان 3 گزینه واریز کردن، برداشت کردن و همچنانی که ما مستقیم از طریق کردیت کارت خود USDT بخریم و در حساب خود داخل کنیم. از این قسمت میتونیم از این گزینه استفاده کنیم. در قسمت مارکت در هولدینگ کریپتوهایی را که ما هولد کردیم و یا خریداری کردیم یک مدتی او را پیش خود نگه میداریم و بعد از اینکه قیمتش بالا رفت او را میفروشیم. در این قسمت نمایش داده میشه. در هولد کریپتوهایی که مطرح است و یا ارزهایی که مطرح است نشان داده میشه. در نیو لیستینگ کریپتوها و یا ارزهایی که نو لیست شده و یا نو در صرافی داخل شده نشان داده میشه. در فیوریت کریپتوهایی که مورد علاقه ماست و یا ما بیشتر استفاده کردیم برای ترید در قسمت نشان داده میشه. در تاپ گینرز کریپتوهایی که در 24 ساعت گذشته یک سیر صعودی را داشته و بالا رفته را بر ما نشان میده. در 24 هاور والیوم میزان تغییر صعودی و یا نزولی کریپتوها را در 24 ساعت گذشته نشان میده. ما پایین تر که بریم در اوپن اوردرز ما ترید هایی را که انجام دادیم بر ما نشان میده. در قسمت در اینجا نشان داده که ما یک ترید در فیوچر انجام دادیم. در این قسمت اناونسمنت ها و نیوز های خود بایننس قرار داره و همچنان اسکویر کست یک مدل یک رسانه اجتماعی خود بایننس است که در این افراد مختلف صفحات داره و در مورد کریپتو صحبت میکنن و یا تبادل نظر میکنن. خب در قسمت پایینتر منوی خود بایننس سایت بایننس قرار داره که در صورت نیاز ما میتونیم از این قسمت استفاده کنیم. در بالای صفحه منوی اصلی و کاربردی حساب بایننس ما قرار داره. در این قسمت ما میتونیم که نوعیت کرنسی که بر ما نمایش داده شده را انتخاب کنیم و همچنان زبان خود. در بخش دوم ما میتونیم با اسکن کردن QR کد اپلیکیشن بایننس را در موبایل خود اینستال کنیم. در قسمت نوتیفیکیشن های بایننس بر ما نمایش داده میشه. در این آیکن که شکل کیف پول داره در گزینه اول ما میتونیم یک نمای کلی از حساب بایننس خود داشته باشیم. در قسمت اسپات ما میتونیم اسپات تریدینگ کنیم که بعدا روی گزینه اسپات میاییم. در مارجن ما میتونیم مارجن تریدینگ کنیم. در فیوچر میتونیم که فیوچرز تریدینگ کنیم. آپشن به می شکل. تریدینگ بوتس ما میتونیم از گزینه های اتوماتیک تریدینگ استفاده کنیم. در این بعض امکانات کسب درآمد که خود بایننس در اختیار ما گذاشته از اون میتونیم استفاده کنیم. در گزینه فندینگ ولیت ما میتونیم به کیف پول خود و یا تمام دارایی‌های خود دسترسی داشته باشیم. ما میتونیم که دارایی خود از یک گزینه به گزینه دیگه انتقال بدیم. مثلا ما میتونیم USDT خود از فندینگ ولیت به اسپات انتقال بدیم و یا به فیچرز انتقال بدیم و یا بین یکی از یا ما او را رد و بدل کنیم. تمامی گزینه ها در فندینگ ولیت قابل دسترسی است که ایران ما بعداً به شکل مفصل روش کار میکنیم. در ترانزکشن هیستوری امی رد و بدلی را که ما انجام دادیم بر ما تاریخچه‌اش نشان میده. در اکانت استیتمنت یک استیتمنت حساب ما را بر ما نشان داده در قسمت نشان داده میشه. در وریفیکیشن یک ترد پارتی است که بر ما اطمینان میده از موجودی حساب ما در بایننس. در منوی بعدی در بالای صفحه بر ما ایمیل آدرس ما را نشان میده و اگر تک سبز خورده باشه به این معنی است که اکانت ما وریفای شده. داشبورد صفحه اصلی یا هوم صفحه هوم است که فعلا در صفحه که ما قرار داریم صفحه هوم می باشه. گزینه بعدی asset بر ما ارزهایی را که ما خریداری کردیم و پیش ما موجود است بر ما نشان داده میشه. در آردرز ترید هایی که ما انجام دادیم، ترید های فعال که ما انجام دادیم بر ما نمایش داده میشه. در اکانت معلومات حساب ما و بعض تنظیمات حساب ما نمایش داده میشه. در رفرل یک کدی است که ما میتونیم از اون طریق دوستای خود به بایننس دعوت کنیم و همچنان در مقابل دعوتی که ما میکنیم یک پرایز و یا یک جایزه از طرف بایننس بگیریم. در ریواردز هاب بخش جایزه بایننس است که در بایننس در مقابل انجام دادن کارهای مختلفی که بر ما سپرده میشه بر ما یک ریوارد
و یا جایزه میته. در قسمت به او میتونیم دسترسی داشته باشیم. در گزینه ستینگ ما میتونیم تنظیمات حساب بایننس خود انجام بدیم که مانند تنظیمات هر حساب دیگه و هر سایت دیگه به مو شکل است. و همچنان در تیم ما میتونیم که صفحه خود دارک کنیم و یا به می شکلی که فعلا است روشن باشه و لاگ اوت. این معلومات در مورد تمام مینوهای کاربردی بود که ما میتونیم در حساب بایننس خود به او دسترسی داشته باشیم. فعلا ما یک آشنایی از نمای کلی حساب بایننس خود داریم و میفهمیم که در این منوها هر یکی از گزینه ها چی کارهایی را انجام میده. حالا میایم روی از این موضوع که ما چطور در حساب خود پول واریز کنیم. البته با واریز کردن پول ما USDT خریداری میکنیم و از طریق USDT ما ارزهای مختلف هم مورد خرید و فروش قرار میدیم. USDT ارزی است که تقریبا معادل دلار است و نرخش با دلار یکسان است. به خاطر واریز کردن ارز در حساب خود ما میتونیم از گزینه دپوزیت در منوی اصلی استفاده کنیم و یا روی گزینه دپوزیت در پایین کلیک کنیم. در این قسمت بر ما آپشن‌های مختلف نمایش داده میشه. اگر ما بخوایم در حساب خود مستقیم ارز دیجیتال واریز کنیم از گزینه اولی استفاده میکنیم و یا اگر بخوایم از آپشن‌های دیگه مثل کارت بانکی و یا ویزا کارت و یا از طریق یک صراف ارز خریداری کنیم میتونیم از این آپشن‌ها استفاده کنیم. زمانی که ما روی گزینه اولی کلیک کنیم این صفحه بر ما باز میشه. در این قسمت اگر ما بخوایم USDT وارد حساب خود کنیم اینجا روی USDT کلیک میکنیم. از قسمت نتورک TRX یا TRC20 انتخاب میکنیم. این آدرس ما برای کسی که بر ما USDT ارسال میکنه بر اونا این آدرس در اختیارشان قرار میدیم و USDT در حساب ما میایه. زمانی که روی گزینه دوم و یا P2P تریدینگ کلیک کنیم بر ما این صفحه باز میشه. در این قسمت افراد مختلفی هست که میخواه USDT بفروشن و یا بخرن. اگر ما بخوایم USDT بخریم روی گزینه بای کلیک میکنیم و اگر بخوایم بفروشیم روی گزینه سل کلیک میکنیم. میتونیم کشور انتخاب کنیم و نظر به کشور ببینیم که در کجا USDT خریداری میشه و یا فروخته میشه. از این قسمت خود ما میتونیم استفاده کنیم به حیث فروشنده USDT. میتونیم USDT رو به افراد مختلف بفروشیم و شیوه های پرداختی که ما میکنیم و یا اونا بر ما پرداخت میکنن نیز در این قسمت نمایش داده میشه. زمانی که ما روی گزینه سوم و یا بای کریپتو کلیک کنیم این صفحه بر ما باز میشه. در قسمت نخست ما میتونیم مقدار پولی که ما میخوایم پرداخت کنیم انوشته کنیم. در این قسمت ما میتونیم نوع ارز تغییر بدیم نظر به اینکه کارت ما به کدام نوع ارز است. در اینجا که ما $100 نوشته کردیم 95 USDT بر ما تحویل میده. در قسمت کارت انتخاب شده و اد کارت میگیم. زمانی که روی اد کارت کلیک کنیم در این قسمت کارت نمبر کلیک میکنیم و همچنان اکسپایری دیت و CCV را. کسانی که از طریق ماستر کارت و یا ویزا کارت خریداری کرده باشند با این آپشن ها حتما آشنایی دارن. بعد از وارد کردن این آپشن ها کانفرم کلیک میکنیم و USDT ما خریداری میشه. اگر روی گزینه چهارم و یا بانک دپوزیت کلیک کنیم بر ما این صفحه باز میشه که در این قسمت ما میتونیم نوع حساب خود انتخاب کنیم. اگر حساب ما دلاری باشه USD رو انتخاب میکنیم. بعدا روی بانک کارت کلیک میکنیم. البته این گزینه فعلا در حال بازسازی است از طریق بایننس و شاید در آینده مورد دسترسی قرار بگیره. چطور ما میتونیم که از حساب خود ارز برداشت کنیم؟ به خاطر برداشت کردن یک ارز از حساب خود ما روی گزینه ویترا کلیک میکنیم. روی گزینه ویترا کلیک کردیم این صفحه بر ما باز میشه. در این صفحه در قسمت اول ما USDT رو انتخاب میکنیم. بعدا ما در اینجا دو آپشن داریم. میتونیم آدرس امون نتورک آدرس امون کریپتو را در اینجا وارد کنیم و برش ارسال کنیم. اگر USDT باشه نتورکش باید TRX و یا TRC20 انتخاب کنیم و اگر او یوزر در داخل بایننس اکانت داشته باشه میتونیم بایننس آیدی شه، تلفنش و یا ایمیلش در اینجا درج کنیم و برش ارسال کنیم. و اگر خواسته باشیم که این ارز به شکل تردیشنال کرنسی و یا فیات کرنسی برداشت کنیم مثل یورو، دلار و غیره میتونیم روی گزینه ویترا فیات کلیک کنیم
وقتی که روی از کلیک کردیم این صفحه برای ما باز میشه. در این صفحه ما نوع کرنسی رو انتخاب میکنیم و بعدا میگیم که به چی شکل ما این رو میخوایم برداشت کنیم. در اینجا بر ما دو آپشن داده میشه. یکی پی تو پی اکسپرس است که قبلا توضیح داده شد که در این ما میتونیم مستقیم خود ما ارز خود خرید و فروش کنیم و همچنان آپشن دیگه که بر ما داده شده سویفت است که این فعلا بند شده و قسمی که نوشته که در رویش کار جریان داره از طریق بایننس و در آینده این مورد دسترسی ما قرار خواهد گرفت. تا این قسمت ویدیو ما واریز کردن و برداشت ارز یاد گرفتیم. حالا ما میخوایم بفهمیم که چطور میتونیم این ارز خود در اسپات یا فیوچرز انتقال بدیم و از اون طریق تریدینگ کنیم. به خاطر انجام دادن این کار ما نخست داخل فندینگ والت میریم، روی از این گزینه که کلیک کنیم این صفحه بر ما باز میشه. در این صفحه ما روی گزینه ترانسفر کلیک میکنیم. در گزینه ترانسفر اگر این ارز ما داخل فندینگ والت ما باشه روی فندینگ کلیک میکنیم و اگر بخوایم رو مثلا به اسپات انتقال بدیم روی اسپات کلیک میکنیم. در اینجا نوع ارز انتخاب میکنیم که معمولا تران یا مو USDT است و مقدار اماونتش انتخاب میکنیم و روی گزینه کانفرم کلیک میکنیم. اگر بخوایم که این ارز به فیوچرز انتقال بدیم نخست ما از قسمت فیوچرز انتخاب میکنیم. البته اینجا دو گزینه داریم، کوین ام فیوچرز است و USD ام فیوچرز است. ما USD ام فیوچرز انتخاب میکنیم چون میخوایم از طریق USDT ترید کنیم و از این قسمت ما اگر ای ارز داخل فندینگ والت است بازم فندینگ والت انتخاب میکنیم، مقدار ارز در اینجا نوشته میکنیم و روی کانفرم کلیک میکنیم. البته از این قسمت ما باید USDT رو انتخاب کنیم. به همین شیوه ما میتونیم که ارز خود بین گزینه های مختلف انتقال بدیم، از فندینگ به فیوچرز، از فیوچرز به اسپات و یا از اسپات به فندینگ، به هر شکلی که ما بخوایم. از این طریق ما میتونیم مو ارز ترانسفر کنیم. تا این قسمت ویدیو ما یاد گرفتیم که چطور در حساب خود پول واریز کنیم، ارز خریداری کنیم، برداشت کنیم و یا ترانسفر کنیم. حال میایم روی از که ما چطور معاملات اسپات و فیوچرز انجام بدیم. روی منوی اصلی که بیایم بر ما اسپات و فیوچرز نمایان میشه. وقتی که بحث از کریپتوکارنسی و معاملات کریپتوکارنسی میشه شما شاید نام اسپات و فیوچرز زیاد شنیده باشین. البته فرق عمده‌ای که اسپات و فیوچرز داره این است که در اسپات ما با مو دارایی و سرمایه واقعی خود معامله انجام میتیم، اما در فیوچرز اهرم تعیین میشه و ما میتونیم با 10 چند و یا 100 چند پول خود معامله انجام بدیم و فایده بسیار زیادی را کسب کنیم و یا حتی ضرر بسیار زیادی را متقابل شیم. اما پیش از اینکه من روی از این گزینه برم یادتان باشه که تریدینگ و یا معاملات صرافی ارز دیجیتال کار ساده ای نیست. شما باید آموزش های بسیار زیادی را پیش از او ببینین بعدا این معاملات انجام بدین، به خاطر که امکان داره شما بخش بسیار زیادی از سرمایه‌تان و یا حتی کل سرمایه‌تان در انجام این معاملات اگر بلد نباشین از دست بدین. برای انجام معاملات اسپات ما روی اسپات کلیک میکنیم، بر ما این صفحه باز میشه و لیست تمام ارزهایی که ما میتونیم معامله کنیم در اینجا بر ما نشان داده میشه و یا میتونیم از اینجا سرچ کنیم. فرض کنین که ما 100 USDT داریم که معادل $100 میشه. میخوایم شیپ خریداری کنیم، باید روی گزینه ترید کلیک کنیم. ما مثلا تحلیل کردیم که شیپ یک ماه بعد 50% بالا خواهد رفت و او خاطر ما میخوایم میره خریداری کنیم تا اینکه یک ماه بعد 50% بالا بره و $100 ما $150 شود. روی گزینه ترید کلیک میکنیم، بر ما این صفحه باز میشه. در پایین صفحه که بریم در اینجا بر ما گزینه بای و سل نمایش داده میشه و همچنان در قسمت بالا چارت خود همی ارز نمایش داده میشه و همچنان در قسمت پهلو بر ما نشان میده که نرخ فعلی همی ارز چند است. اگر ما USDT داشته باشیم و بخوایم که این ارز خریداری کنیم، مثلا ارز فعلی که ما انتخاب کردیم شیب است، ما اگر با 100 USDT خود بخوایم شیب خریداری کنیم از قسمت بای استفاده میکنیم. اگر ما قبلا شیب خریداری کردیم میخوایم که دوباره USDT به دست بیاریم و خود امی شیب سیل کنیم از گزینه سیل استفاده میکنیم. در اینجا همچنان بر ما 3 آپشن داده که لیمیت است، مارکت است و استاپ لیمیت است. اگر لیمیت انتخاب کنیم میتونیم یک نرخ تعیین کنیم که اگر از اون نرخ تیر شد بر ما این معامله صورت بگیره. اگر ما گزینه مارکت انتخاب کنیم میگیم هر نرخی که فعلا در مارکت است همون نرخ انتخاب شود. اگر گزینه استاپ لیمیت انتخاب کنیم میگیم همین نرخ مشخصی را که من انتخاب کردم روی همین نرخ مشخص معامله صورت بگیره
میشه که گزینه استاپ لیمیت انتخاب کنیم. فعلا من روی گزینه مارکت قرار دادم. اگر ما شیب داشته باشیم، فرضاً ما میخوایم شیب خود به فروش برسانیم، قبلا ما شیب خریداری کردیم، ما میتونیم از این قسمت مثلا بگیم که ما میخوایم کل شیب خود به فروش برسانیم. میتونیم روی گزینه 100% ایره بکنیم و سیل شیب انجام بدیم و مستقیم تمام شیب ما تبدیل میشه به USDT. و اگر ما بخوایم که شیب خریداری کنیم، قسمت که قبلا گفتم از گزینه بای به می شکل استفاده میکنیم. فعلا ما خلاصه معاملات در اسپات فهمیدیم. وال میریم روی که در فیچرز معاملات چگونه انجام بدیم. به این شکل اول روی فیچرز کلیک میکنیم، یکی از ارزها را انتخاب میکنیم، بعدا بر ما این صفحه باز میشه. در این صفحه مانند اسپات ما به یک چارت دسترسی داریم، قیمت فعلی را دیده میتونیم و همچنان بتن های بای و سل. اما چیزی که اینجا اهمیت داره ای است که ما میتونیم محرم تعیین کنیم و یا لورج تعیین کنیم. در این قسمت روی 20x که نوشته است کلیک میکنیم. در اینجا ما میتونیم که امو میزان لورج خود تعیین کنیم. البته توصیه میشه که لورج ما از 10 بالاتر نگیریم. وقتی که ما میخوایم با $100 وارد معامله شویم، از اینجا میتونیم که مثلا اگر 10 بگیریم، یعنی همین $100 ما ضرب 10 میشه که میشه $1000 و اگر $1000 باشه این میشه $10,000. ما فعلا روی گزینه 10 گذاشتیم، کانفرم کلیک میکنم و چیز دیگه ای که در اینجا اهمیت داره گزینه پهلویش است که فعلا روی کراس است. وقتی که روی ازی کلیک کنم در اینجا بر ما دو گزینه میاره که کراس است و آیسولیتد. هر کدام از این فایده و ضرر خود داره که شما نظر به نوع تریدینگ خود میتونین یکی از اینا رو انتخاب کنین. کراس آپشنی است که تقریبا تمام سرمایه ما در معرض خطر قرار میگیره و آیسولیت گزینه است که همون مقدار مشخص فندی که ما تعیین کردیم تنها در معرض خطر قرار میگیره. در این قسمت عین چیزی که ما در اسپات کار کردیم میتونیم مقدار USDT خود تعیین کنیم و اگر روی گزینه بای کلیک کنیم، اگر پرایس بالا رفت ما میتونیم که مفاد به دست بیاریم. اگر گزینه سل کلیک کنیم، اگر پرایس پایین رفت ما میتونیم که مفاد به دست بیاریم. چیز دیگه که در اینجا بسیار مهم است TP و SL است. TP به معنی تک پروفیت و SL به معنی استاپ لاس. تک پروفیت حد فایده است که ما برای یک معامله خود تعیین میکنیم و استاپ لاس حد ضرری است که ما برای یک معامله خود تعیین میکنیم. فرض کنید من فعلا معامله خرید انجام میتونم و نرخ فعلا روی 0.62 است. در این قسمت من میتونم تعیین کنم که فرضاً اگر نرخ به 0.60 رسید معامله ما اتومات کلوز شه و حد ضرر ما به مو حد باشه. در این قسمت من میتونم تعیین کنم که اگر این قیمت از 0.62 به 0.65 رسید تا او حد ما فایده کنم و بعدا معامله ما کلوز شود. و این بود یک ویدیو مختصر در موردی که ما چطور از صرافی بایننس استفاده کنیم. البته استفادهش در موبایل هم به این شکل است. شاید بعضی منوها و بعضی موقعیت بعضی کلیدا فرق کنه، ولی استفادهش در موبایل هم به این شکل است. تشکر که تا این قسمت بیننده ویدیو بودین. لطفاً به خاطر دیدن ویدیوهای آموزشی بیشتر چینل اینفینیتی سین سابسکرایب کنین و در آینده نیز بیننده ویدیوهای آموزشی ما باشین.